رسیدیم به پایان فصل دوم آرچی و این بار میخوایم در مورد یه تنفس خیلی مهم صحبت کنیم. تنفسی که فایده خیلی زیادی داره که 2 تا از مهمترین فایدهاش اینه که اول به معنای واقعی کلمه برای کاهش استرس بی‌نظیره. دوم این که برای به تعادل رسوندن بدن خیلی خوبه. تعادل بدن یعنی چی؟ به صورت خیلی ساده براتون میگم. ما 2 تا سیستم پاراسمپاتیک و سمپاتیک داریم. اینجوریه که نیمکره سمت راست ما نیمکره پاراسمپاتیکه. نیمکره‌ای که به رنگ قرمز گرم از جنس مردانه است و مربوط به سوراخ بینی سمت راست میشه و چیزایی مثل استراحت و آرامش اونو فعال میکنه. نیمکره سمت چپ نیمکره سمپاتیکه که سرد و سفید و از جنس زنانه است و مربوط به تنفسش مربوط به سوراخ بینی سمت چپ میشه که حالا درد و ترس و هیجان مربوط به این سیستمه. وقتی که این 2 تا سیستم به تعداد خیلی زیاد استفاده میشه یک دچار عدم تعادلی میشه و یک ضعف جسمانی رو ایجاد میکنه. حالا برای راهکار این قضیه، یعنی برای به تعادل رسوندن این 2 تا سیستم، چیزی که پیشنهاد میشه این تنفسی که الان می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. برای این کار خیلی صاف میشینید، دست چپتون رو روی زانوی سمت چپ میذارین، دست راستتون رو به این حالت قرار میدین، شست دست راست روی سوراخ بینی سمت راست قرار میگیره و یک دم عمیق میگیرید از سوراخ بینی سمت چپتون. بعد که دم عمیق رو گرفتید این 2 تا انگشت رو روی سوراخ بینی سمت چپ میذارید و بازدمتون رو از بینی سمت راستتون دارید. برای دفعه بعد اینو برعکس میکنید. این بار دم رو از سوراخ بینی سمت راست میگیرید و بازدمتون رو از سوراخ بینی سمت چپ. به این صورت. این کار رو هر بار که خواستین انجام بدید حداقل 9 بار تکرار میکنید. این روش فوق‌العاده‌ای برای کاهش استرسه. موقعی که استرسی بهتون منتقل شد، یه نگرانی داشتید، در جای این تنفس رو انجام بدید. مرسی که همراه بودید. این فصل تموم شد. توی فصل بعدی در مورد عملکرد چاکراها صحبت میکنیم. با یک لبخند زیبا و بزرگ انرژی چیمون رو بالا میبریم و ناماسته.